درود به نگاه همراهان عزیز پیج پارسرویس کازرون. یه کولر 30,000 داریم، سیستم MD1 برند ایوولی. کمبود گاز داشتند، یخزدگی پنل داخلی داشت، اومدیم چک انجام دادیم. کولرهای R4 با گاز R410 چون یه مبرد ترکیبی از R125 و R32 است به نسبت 50-50 است، یعنی این دوتا مساوی تو هم حساب ست شده و شده گاز R410. به این علت ما نمیتونیم کمبود گاز رو اضاف کنیم، چون دستگاهی نداریم که متوجه بشیم که کدومش کمتره، مثلا R32 کمه یا R125. به علت همین گاز رو کلا تخلیه میکنیم و گاز جدید میزنیم. ممنون از نگاه.